روز مرگ به سراغ مرد رفت و گفت امروز آخرین روزی زندگی تو می باشد. مرد گفت اما من برای مردن آماده نیستم. مرگ گفت امروز نام تو اولین نفر در روی خط من است. مرد گفت خوب، اگر این طور باشد پس بیا تا پیش از من را بردن کمی با هم بشینیم، با هم چای بنوشیم. مرگ به این پیشنهاد راضی شد. مرد به او چای داد و در چایش مقدار داروی خواب ریخت. مرگ چای را نوشید و به خواب عمیق فرو رفت. مرد روی خط مرگ را گرفت و نام خودش را از اول روی خط پاک نمود و در آخر آن قرار داد. هنگامی که مرگ بیدار شد گفت تو امروز با من خیلی مهربان بودی. برای پاسخ به این مهربانی ها و نیکی های تو امروز کارم را از پایان روی خط آغاز می کنم. بعضی چیزها که در سرنوشت تو نوشته شده اند مهم نیست که چقدر برای تغییر دادن آنها تلاش میکنی، اما آنها هرگز تغییر نخواهند کرد. پشت هر حادثه حکمت است که شاید هرگز آن را نفهمی و به رازش پی نبری. هرگز به کار خدا اعتراض مکن.